نه همیشه ما از حیات پس پردگی هنرمندان آگاه هستیم. من میگم ایام با مادرم با که شاید شما اگر نمی آمدید من آزاده نمی شدم. گفتن که پیش از شما یک چند نفر دخترای دیدیم. لیکن شما همین دیدید و قبول کردید. چرا رفتید؟ چی شد؟ وقتی که شما بدنتان به هر باری خار خلیدن میگیرد آنجا یرا میشد درد میکند شما میگوید که ای من بر سر همین من میبروم. 8 مارس شبش ساعت 1 شب من کودکی مرده رو تولد کردم و این چیز برای من چقدر شما 7 ماه میبردارید میجومد حس میکنید. یک چیزی که بود که من خدا گفتم که من چی گناه کردم.